سلام. با قسمت دوم از حل تست‌های کنکور فیزیک 12 فصل دوم در خدمتتون هستیم. با سوال 21 شروع می‌کنیم. میگه در شکل زیر اختلاف پتانسیل الکتریکی مقاومت‌های 18 و 12 اومی با هم برابر است. R چند اوم است؟ اختلاف پتانسیل این 12 و این 18 با هم برابره. خب چطور امکان داره اختلاف پتانسیلشون با هم برابر باشه؟ اگه جریان اینجا رو بذاری I و جریانی که اینجا رد میشه رو بذاری I1، اختلاف پتانسیل برای 12 چی میشه؟ میشه I ضرب داره 12 یا 12 I باید مساوی بشه با 18 تا I1، یعنی رابطه بین اینا رو پیدا میکنی، یعنی I مساویه با این میره زیر اون میشه 18 دوازدهم I1 یا 3/2 I1. خب اگه این I1 باشه و I من که از اینجا در میاد برابر با 3/2 I1 باشه، این چه نتیجه میده؟ نتیجه که میده تو این یکی شاخه که با اون 18 موازیه جریان من چقدره؟ 1/2 I1. چرا؟ چون با هم جمع بشن همون 3/2 I1. خب چرا تو دو تا شاخه یکی جریانش نصف اون یکیه؟ برای اینکه مقاومتش 2 برابر اون یکی، یعنی مقاومت توی این یکی شاخه پایینی که آره با 9 اومی وجود دارن کلا چقدره؟ 36 اومه. 2 برابر 18 است. چرا؟ چون جریانش نصف شده. خب 36 اوم اینجا هست. 36 مساویه با 9 به علاوه R. پس R من برابر چی میشه؟ 27 اوم و جواب میشه گزینه 2. سوال 22 سراسری 1402 میگه در مدارزی توان مصرفی مقاومت 6 اومی چند برابر توان مصرفی مقاومت 4 اومی. خب مقاومت ها رو داریم، توان مصرفی هم میدونم فرمولش هست R2. خب اگه من نسبت توان ها رو میخوام نسبت جریان ها رو داشته باشم قضیه حل دیگه. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا جریانی که از این مقاومت 4 اومی اگه رد بشه اسمش بذاری I، این 2 اومیه باش موازیه، درسته؟ جریان 2 برابر باید ازش رد شه، بس از این 2 I رد میشه و اینا دوتا میان با هم جمع میشن و اینجا میان از این شیشه رد میشه، یعنی از این شیشه 3 I رد میشه. خب نسبت جریانشون هم به دست آوردن. نسبت توان 6 اومی چند برابر توان 4 اومیه؟ توان 6 اومی میشه R2، Rش که 6 ضرب داره Iش که 3 I به توان 2 میشه 9 I2. پایینم که مقاومت ما 4، جریانم که I2 با I2 میره میشه 54 تقسیم بر 4 که میشه 13.5 و جواب میشه گزینه 1. سوال 23 میگه در شکل زیر هر سه مقاومت متشابهند، اگر کلید را وصل کنیم توان مصرفی در مدار 9 ولت تغییر میکند کلا. میگه هر یک از مقاومت ها چند اوم است. خب وقتی کلید بازه مقاومت کل من چی میشه؟ یه R دارم، یه R میشه 2R، درسته؟ انگار بس مقاومت کل میشه 2R و شما توان مصرفی رو میتونی بذاری فرمول V2R رو استفاده کنی، چون V رو داری اختلاف پتانسیل دو سر کلش میشه 18، مقاومت کلش هم که آره کلا فرمولش میشه این، درسته؟ تو حالت اول P1 ما چی میشه؟ میشه V2 بر روی 2R. تو حالت دوم که این کلید بسته میشه اینا دوتا با هم میشن R دوم، پس مقاومت کل من چی میشه؟ 3R دوم. خب حالا بس توان کل من چی میشه؟ میشه V2 بر روی 3R دوم. خب الان کدوم بزرگتره؟ V2 بر روی 2R بزرگتره یا V2 بر روی 3R دوم بزرگتره؟ خب مسلما اونی که مخرجش کوچیک‌تره بزرگتره دیگه. هر چقدر مخرجش از کوچیک‌تر باشه بزرگتره. پس P2 بزرگتر از P1 میشه. پس وقتی میگه که 9 تا تغییر میکنه یعنی 9 تا زیاد میشه. حالا من این دو رو ببرم بالا میشه 2 تا V2 بر روی 3R. یعنی چی؟ یعنی من اگه P2 رو منهای P1 کنم میشه 9 وات. خب P2 من چیه؟ 2 تا V2 بر روی 3R منهای V2 بر روی 2R. حالا V رو میدونم، حالا آخر وارد میکنم، مساویه با 9. از اینجا یه مخرج مشترک بگیریم چی میشه؟ این که میشه 6R بالا میشه 4 تا V2 منهای 3 تا V2 مساویه با 9. خب ادامهش اینور بنویسم 4 تا V2 منهای 3 تا V2 میشه یه دونه V2. V ما هم که 18 است، 18 رو میذارم، بعد میشه 18 به توان 2 بر روی 6R مساویه با 9. خب حالا اینو یه ذره ساده کنیم، مثلا 18 رو حالا میتونی باز کنیم، مثلا می‌نویسی 2 ضرب در 9 به توان 2 یعنی 4 تا 9 به توان 2. خب اینطوری اگه بنویسی این تعداد توان که با این میره، این 6 هم 9 6 تا 36 تا با این 6 ساده میشه 6، یعنی در واقع الان میشه 6 بر روی R مساویه با 1. پس R من چی میشه؟ میشه 6 اوم و جواب میشه گزینه 4.
سوال 24 میگه در مدار روبرو آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان میده. خب ببین روش نقطه‌یابی اگر اینجا A باشه اینجا میشه B، اینجا هم خب A چون آمپرسنج آرمانیه بس اینجا هم میشه A، پایین میشه C، اینجا هم میشه C. خب از این چی میتونیم بفهمیم؟ این 16 و 16 با هم موازی ان. میخوام جریان کل اول دست بیارم بچه‌ها، برای همین احتیاج دارم به مقاومت معادل. 16 و 16 با هم موازی ان و 16 که موازی باشه چی میشه؟ میشه نصفش، میشه 16 دوم که میشه 8. اینا دو با هم میشه 8. بعد این 8 اگه اینا رو با هم بگیری یه 8، این 8 A B B C، این 8 با این 4 چیه؟ متوالیه. یعنی کلا اینا با هم دیگه چند میشن؟ میشن یه دونه 12می که این 12می دو سرش AC، این 6 هم دو سرش AC. بس این 6 و 12 با هم میشن چی؟ موازی. که 6 و 12 با هم موازی بشن میشن چند؟ 12 میشه 2 برابرش تقسیم بر 3 بس میشه 4 برابرش و تقسیم بر تقسیم بر 3 بکنیم میشه 4. پس این میشه 4. بعد کلا بس مدارمون میشه یه همچین چیزی، یه طرف 6، یه طرف هم همه با هم دیگه شدن 4. خب این 4 و 6 هم که با هم میشن 10. پس مقاومت کل هم میشه 10، جریان کل هم که میشه اپسیلون من که 18 بر روی 10 به علاوه 2. خب میشه چند؟ میشه 18 دوازدهم یا 1.5 آمپر. 1.5 آمپر جریان در شاخه اصلی، یعنی اینجا جریان 1.5 آمپره. درسته؟ اگه جریان اینجا 1.5 آمپر باشه، خب این ورم جریان من 1.5 آمپر، یعنی اینجا هم 1.5 آمپره. بعد چی میفهمم؟ بچه‌ها اینجا رو ببینین، یه مقاومت اینا 12 و 6 بودن که با هم اومدن اینجا شدن 1.5، یعنی جریانی که داره بینشون تقسیم میشه احتمالاً تو این شاخه نیم آمپره، تو این شاخه چقدره؟ 1 آمپره که با هم دیگه جمع شدن شده 1.5. خب این نیم آمپر خودش از چی درست شده؟ از اون 16 هایی که اومدن داخلش دیگه، یعنی اینا دوتا بس هر کدوم چقدر بودن؟ هر کدوم 25 صدم آمپر بودن که با هم دیگه چون با هم برابر هم هستن و کلش هم قرار نیم بشه، بس هر کدومشون میشن 25 صدم آمپر. خب الان میتونم جریان تو اون شاخه بالا رو پیدا کنم. من میگم اتفاقی که افتاده یه 1.5 اومده 25 صدمش از این ور رفته، بس چقدرش از بالا میره؟ 25 صدم از این ور، پس 1.25 از آمپرسنج ما رد شده. خب بس جریان اونجا ما میشه 1.25 صدم آمپر که 1.25 صدم هم میشه 5/4. پس جواب میشه گزینه 2. سوال 25 میگه در شکل زیر کلید اتصال را از A جدا میکنیم و به B وصل میکنیم. جریان های I1 و I2 به ترتیب چند برابر میشن؟ خب بذاریم بچه من یه عکس از این بگیرم که وقتی حالت اول دوم داره حالت دوم ازش استفاده کنم. اینجا بذاریمش مثلا اینجا، حتی عکس اون نصفش. خب این 3 اوم. تو حالت اول ببینیم جریان ها چقدرن. تو حالت اول این چیزی که مشخصه این 3 و 3 با هم موازی ان که با هم میشن 1.5. خب 1.5 و 3 و 3 با هم میشن 7.5. پس جریان کل من میشه 15 بر روی 7.5 که میشه 2 آمپر. این میشه جریان کل من که این جریان کل من میاد اینجا 2 آمپر من میاد بین این دو تا شاخه تقسیم میشه، یعنی از هر کدوم از اینا 1 آمپر رد میشه، یعنی از این 1 آمپر رد میشه، از اینم 1 آمپر رد میشه تو حالت اول. تو حالت دوم که میایم از اینو کنسل میکنیم میذاریم اینجا تو نقطه B. خب چه اتفاقی میفته؟ الان اینا دوتا با هم سری میشن، یعنی میشن 6 اوم. این 6 کلا با اون 3 بالای من چیه؟ موازیه. خب 6 و 3 با هم چند میشن؟ میشن 2 اوم. خب پس مقاومت کلم چند میشه؟ میشه 2 اوم. 3 اوم مقاومت کلم میشه 5 اوم. حالا جریان کلم چی میشه؟ جریان کل میشه 15، یعنی اپسیلون من بر روی 5 که میشه 3 آمپر. خب حالا صدا رو داریم بچه‌ها؟ 3 آمپر. خب این 3 آمپر من چه اتفاقی براش میفته؟ میاد تا اینجا بین این دو تا شاخه تقسیم میشه. یعنی چی بین این دو تا شاخه تقسیم میشه؟ یعنی از این شاخه‌ای که مقاومت 3 اومه 1 آمپر رد میشه، از این شاخه‌ای که مقاومت من 3 اومه 2 آمپر رد میشه. یعنی جریان 1 من میشه 2 آمپر، جریان 2 من همون 1 آمپر میمونه. بس جریان 1 من 2 برابر میشه، جریان 2 من همونطوری باقی میمونه. بس جوابش گزینه 4. سوال 26 میگه در مدار زیر اگر به جای مقاومت 3 اومی مقاومت 6 اومی قرار دهیم اعدادی که آمپرسنج و ولسنج نشان میدهد به ترتیب چه تغییری میکند؟ خب اتفاقی که داره میفته، اولا من یه ذره ساده کنم. بچه این 6 و 3 با هم موازی ان و اون
24 و 12 اونا دو تا با هم موازی ان. البته 24 12 هیچ نقشی ندارن، یهو بیا برآیندشون رو بزنیم. 24 12 دو برابرشه و تقسیم بر 3 میشه 8 اوم. پس به جای اینا یه دونه 8 اومی میذارم، همون کارو بر من انجام. میبرم باتری من قرار داره، یه همچین مداری داره. خب اتفاقی که میفته میگه که این 6 اومی سر جاش، این 3 اومی اینجا رو تغییرش بدیم بکنیم 6 اومی. خب این کار باعث چی میشه؟ باعث میشه که مقاومت معادل من زیاد بشه، چون بالاخره 6 و 3 با هم میشدن 2 ولی 6 میشن 3. پس مقاومت معادل من زیاد میشه، جریان من کاهش پیدا میکنه. چون مقاومت زیاد میشه جریان کل من کاهش پیدا میکنه. خب جریان کل کاهش پیدا کنه، اختلاف پتانسیل دو سر باتری که هست V مساوی با اپسیلون منهای آی آر با کاهش جریان زیاد میشه. پس اختلاف پتانسیل یا همون چیزی که ولت سنج نشون میده زیاد میشه. پس اینجا گزینه 1 و گزینه 3 میره. خب از طرف دیگه اختلاف پتانسیل کل من زیاد شده، ولی اختلاف پتانسیل دو سر این 8 چی میشه؟ این هست آی آر دیگه. آیش که ثابته، آرش که ثابته، ولی آی من یعنی در واقع میشه 8 ضرب در آی من وقتی کم شه یعنی اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت های 12 و 24 هم کاهش پیدا میکنه، ولی اختلاف پتانسیل کل من زیاد شده. خب چطوری میتونه اتفاق بیفته؟ بس حتما اختلاف پتانسیل بین این دوتا اینجا اگه من یه ولت سنج وصل کنم این اختلاف پتانسیل اینجا زیاد شده دیگه، و اختلاف پتانسیل اینجا چون اینا دوتا با هم موازی ان یعنی اختلاف پتانسیل تک تکشون. بس اگه اینجا رو من بگیرم آی 2 و اینو بگیرم مقاومت 2، اختلاف پتانسیل مثلا دو سر اینا مثلا میشه آی 2 در آر 2. خب آی 2 من که اختلاف پتانسیل دو سر گفتیم بس زیاد شده، آر 2 ثابته. چطوری میتونه اتفاق بیفته؟ حتما جریانی که از آی 2 داره میگذره این داره زیاد میشه. پس اینجا اگه من یه آمپر سنج بذارم عدد بیشتری رو نشون میده نسبت به حالت اول. پس جواب من میشه گزینه 2. سوال 27 میگه در مدار ولت سنج آرمانی عدد 6 ولت رو نشان میده. ولتاژ دو سر مولد چند ولت است؟ خب چیزی که من دارم میبینم این 20 و 10 با هم سری ان، با هم میشن 30 و این 30 با این 15 موازیه. یعنی چی؟ یعنی میتونید برای معادل اینا رو بگیرید 30 دو برابر 15 است، پس باید 30 رو تقسیم بر 3 کنی، پس با هم میشن 10 اوم و این 10 با این 10 دیگه سریه. یعنی در واقع کل این ور رو من میتونم بگیرم یه دونه 20 اومی. یعنی مدارم چه شکلی میشه؟ اینجا اگه باتری رو در نظر بگیرم اینجا یه 5 اومی، اونا همه اونایی که ولت سنج به دو سرشون وصله همه با هم دیگه میشن یه دونه 20 اومی. خب این 20 اومی میگه اختلاف پتانسیل دو سرش هست 6. خب اگه 20 اومی میشه 6 با توجه که جریان دیگه الان اینجا این بخش ثابته، اختلاف پتانسیل دو سر این 5 اومی چی میشه؟ میشه 1/4 اون دیگه. این وقتی 6 ولته پس این 1.5 ولته. خب پس اختلاف پتانسیل دو سر کلشون که همون اختلاف پتانسیل دو سر باتری من میشه چقدر میشه؟ میشه 7.5 و جواب میشه گزینه 4. سوال 28 میگه ولت سنج آرمانی اختلاف پتانسیل دو سر یک باتری را که به مداری وصل نیست 12 ولت نشان میدهد. خب وقتی به مدار وصل نباشه ولت سنج همون اپسیلون نشون میده، یعنی اپسیلونش 12 ولته. حال اگر یک مقاومت 8 اومی را به دو سر آن ببندیم، ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر باتری را 9.6 ولت نشان میدهد. مقاومت درونی باتری چند اوم است؟ خب یه باتری دارین شما که مقاومت داخلی داره، یه دونه مقاومت 8 اومی بهش وصل کردی، اختلاف پتانسیل دو سرش با اختلاف پتانسیل دو سر باتری یکیه. یعنی وقتی اینجا برای باتری 9.6 نشون میده، یعنی برای ولت سنج ما اگه ولت سنج اینجا هم ببندی همون 9.6 نشون میده. خب از روی همین میشه جریان داخلی این مدار پیدا کرد. جریان چی میشه؟ آی میشه وی بر روی آر. وی من که هست 9.6 بر روی 8 که میشه 1.2 آمپر. یعنی جریان همینجا 1.2 آمپره. خب الان دیگه میتونم مقاومت درونی حساب کنم. میگم وی مساوی با اپسیلون منهای آی آر. وی رو داره 9.6 نشون میده، اپسیلون هم که 12 منهای 1.2 آر. 1.2 آر رو میبرم اون و 9.6 بیاد این بر از 12 کم بشه میشه 2.4. پس آر من چی میشه؟ چی ضرب داره 1.2 میشه 2.4. آر من میشه 2. پس جوابش گزینه 2. سوال 29 میگه روی یک لامپ اعداد 220 ولت و 100 وات ثبت شده است. اگر این لامپ به اختلاف پتانسیل 200 ولت وصل شود، با فرض ثابت ماندن مقاومت لامپ در مدت 11 ساعت چند کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌کند؟
خب ما با توانش رو با این ولتاژ جدید به دست بیاریم. ما میدونیم که توانی که از فرمولاش هست V2 آروم. از اونجایی که R ثابته، R خودش چی میشه؟ میشه V2 بر روی P دیگه. پس من میتونم بنویسم V1 P1 البته V1 به توان 2 P1 مساویه با V2 به توان 2 P2، چون آرش برابره دیگه، آر تغییر نمیکنه. خب وی ما اول چی بوده؟ 220 ولت، پس میشه 220 به توان 2 بر روی پی 1 ما 100 بوده مساویه با وی 2 ما 200، پس میشه 200 به توان 2 بر روی پی 2. از اینجا پی 2 به دست میاد، پی 2 هم به دست بیاد مسئلهمون حل میشه. خب من برای اینکه راحت تر باشم 220 رو می‌نویسم 2 ضرب در 11 ضرب در 10 میتونم اینو بنویسم دیگه. یه در واقع بعد به توان 2 هم برسم میشه 2 به توان 2 در 11 به توان 2 در 10 به توان 2. برای 200 هم همین کارو میکنم، میگم 2 به توان 2 ضرب در 10 به توان 2 ضرب در 10 به توان 2. چرا این کارو میکنم؟ که این 2 به توان 2 با این 2 به توان 2 ساده بشه، این 10 به توان 2 هم با این 10 به توان 2 ساده بشه. خب چی مون؟ من اینجا بذار بنویسم، شد 11 به توان 2 بر روی 100 هم که میشه 10 به توان 2 مساویه با 10 به توان 2 بر روی پی 2. خب از اینجا پی 2 من برابر چی میشه؟ پی 2 میشه این یه ضرب بشه اونور میشه 11 به توان 2 در پی 2، این چی؟ اینم 10 به توان 4. این بچه خط زدم. پس پی 2 من میشود 10 به توان 4 بر روی 11 به توان 2 وات. حالا کیلوواتش اگه بکنی، چون اونجا برای انرژی کیلووات ساعت میخوام، سه تا توانش کم میشه 10 بر روی 11 به توان 2 کیلو وات. خب انرژی اگه فرمولش چی بود؟ پی تی. خب پی من چنده؟ 10 بر روی 11 به توان 2 کیلووات. چند ساعت هم داره کار میکنه؟ چون کیلووات ساعت میخواد باید تیرم از ساعت بذارم 11. خب این 11 با یه توان این میره، پس میشه 10/11 کیلووات ساعت. پس جواب میشه گزینه 2. سوال 30 میگه که در مدار زیر با بستن هر دو کلید یکی از آنها میتوان 3 توان مصرفی در مدار ایجاد کرد. نسبت بیشترین توان مصرفی در مدار به کمترین توان مصرفی در مدار کدام است؟ خب اولا که توان مصرفی یکی از فرمولاش میشه V2 آروم، چون اینجا وی ما ثابته، بهتره از این استفاده کنیم. و موقعی توان من بیشترین مقدارشه که آر من کمترین مقدارش باشه و برعکس. یعنی چی؟ یعنی پی ماکسیموم من برای موقعی که وی که ثابته آر من مینیموم باشه و پی مینیموم من برای موقعی که آر من ماکسیموم باشه، مخرجی که از بزرگترین مقدار خودش باشه. خب اگر قرار یکی از کلیدها رو ببندیم، میتونیم کلید بالا رو ببندیم و مقاومت فقط بشه 288. این میشه بیشترین مقاومت، درسته؟ و کمترین مقاومت موقعی که هر دوتا رو با هم دیگه میبندیم. چرا؟ چون وقتی هر دوتا رو با هم دیگه میبندیم و اینا موازی میشن، مقاومت معادلش میشه مقاومت بزرگه چند برابر کوچیک است؟ 2 برابر کوچیک است. یا با تقسیم بر 1 بیشتر، پس میشه تقسیم بر 3 که این بوده میشه 96. از هر دوتا اینا کوچیک‌تره. حالا سوال از من چی میخواد؟ نسبت توان ماکسیموم به توان مینیموم. خب توان ماکسیموم موقعی که آر مینیمومه و آرش باید پایین باشه و توان مینیموم با آر رابطه چون عکس داره، آرش رو باید بالا بذاریم که میشه آر ماکسیموم. خب آر ماکسیموم من که میشه 288، آر مینیموم من میشه 288 سوم. خب این اگه تقسیم کنیم جواب میشه 3 و جواب میشه گزینه 3. سوال 31 میگه در مدار زیر اگر پلسنج آلمانی 27 ولت را نشان دهد، پلسنجی که دو سر باتری بسته و توان مصرفی مقاومت R4 6 وات باشد، اندازه مقاومت 3 چند اوم است؟ خب اولا که از اینجا میشه جریان رو حساب کرد، چون ولتاژ دو سر باتری رو به ما داده V مساوی اپسیلون منهای آی آر، اینو داده به ما 27 مساوی اپسیلون ما که 30 منهای آی در آر ما هم که 1، آره ما 1 بس از اینجا آی ما میشه 3 آمپر. این میشه جریان کله. و به این مدار یه ذره ساده کنیم بچه. اینجا من یه باتری دارم که حالا یه مقاومت داخلی داره، میاد اینجا یه مقاومت 3 اومی اینجاست. این 3 و 4 با هم متوالی هن و همشون با این مقاومت 9 اومی موازیه. کلن هم با آریه که من متوالی هن. یعنی این اگر 9 اومی من باشه اینجا میشه 3 و 4 من. یه همچین شکلی من دارم. برای چی این شکلی کشیدم؟ ما میدونیم که جریان اینجا هست 3 آمپر. خب اینم که مقاومت 3 اومی منه،
یعنی اختلاف پتانسیل دو سرش چند میشه؟ اختلاف پتانسیل دو سرش میشه 3 تا 9 ولت. اختلاف پتانسیل دو سر باتری من چقدر بود؟ گفتم 27 ولت. پس اختلاف پتانسیل بین این دو نقطه چقدر میشه؟ اینجا اگه من یه ولت سنج وصل کنم این به من حتما باید 18 ولت نشون بده. خب از اینجایی که این مقاومت من 9، اینا هم R3 و R4 منن، از اینجا من میتونم جریان تو این شاخه 9 اومی رو پیدا کنم. جریانش چی میشه؟ میشه 18 تقسیم بر 9 میشه 2 آمپر. خب از اون 3 آمپری که اینجا داشت میومد 2 آمپرش اومد از این پایین رد شد، یعنی چقدر از بالا رد میشه؟ بقیه‌اش دیگه میشه 1 آمپر. خب از همینجا من میدونم یعنی R3 به علاوه R4 باید چی باشن؟ مقاومتشون 2 برابر 9 باشه، جمعشون باید باشه 18. چرا؟ چون جریانش نصف شده. از طرفی توان مصرفی در مقاومت 4 رو داده. توان مصرفی در مقاومت 4 چی میشه؟ میشه R4 در I2. خب اینو داده به من 6 مساویه با R4. آی هم که در ازش رد میشنم 1. خب پس از اینجا R4 من میشود 6 اوم. خب در نتیجه طبق اینجا R3 من باید بشه 12 اوم. پس جواب میشه گزینه 3. سوال 32 میگه که در مدار زیر توان مصرفی هر یک از مقاومت‌ها یکسان است. توان مصرفی همشون با هم برابره. جریان عبوری از مقاومت R2 چند آمپر است؟ خب با این آرا رو میتونیم پیدا کنیم. چطوری؟ توانا با هم برابره و مثلا جریانی که از R3 و R4 میگذره با هم برابره. اگه تواناشون با هم برابر باشه توان فرمولش مثلا میشه R2. خب اینا آیاشون با هم برابره، تواناشون هم با هم برابره. خب حتما آراشون هم با هم برابره دیگه. پس اینم R4 با هم میشه، اینم 4 نیم اوم. از طرفی بچه‌ها اینجا اگه من یک ولت سنج وصل کنم و مثلا وی رو نشون بده، این با کل اینا دوتا موازیه دیگه، یعنی اختلاف پتانسیل این 4 نیم و این 4 نیم با هم دیگه میشه وی. پس اختلاف پتانسیل یکیشون اینجا ولت سنج وصل کنم چی رو نشون میده؟ وی دوم نشون میده. و از روی همین من الان میتونم R2 رو پیدا کنم. چطوری؟ من میگم توان میشه V2 آرم. درسته؟ فرمول کلیش اینه. خب حالا توان R3 و R2 گفته با هم برابره چون همه با هم برابره. توان 2 چی میشه؟ میشه V2 که گرفتم V به توان 2 بر روی مقاومت R2. توان 3 چی میشه؟ میشه ولتاژش که V دومه به توان 2 میشه V2 چهارم بر روی مقاومتش که 4 نیمه. خب از اینجا این که میشه V2 18 اوم. پس R2 من میشود 18 اوم. اینا پیدا کردم 18 اوم. خب حالا بریم سراغ R1. میام چی میگم؟ میگم اگه جریانی که از اینجا داره رد میشه اسمشو بذاری I، این جریان میاد بین این دو تا شاخه تقسیم میشه. یه مقدارش از بالا رد میشه، یه مقدارش از پایین. بالا یعنی از این ور که اینا دوتا با هم برابرن و با هم میشن 9. اینم که 18. پس 18 دو برابر اینه، باید به 3 قسمت تقسیم شه. یعنی I سومش از این ور رد میشه، 2I سومش از اون ور رد میشه. خب الان میام 2 و 1 رو با هم مقایسه میکنم. میگم توان 1 با توان 2 برابره و توان R2 هم هست دیگه. یعنی در واقع میشه R1 در Iش که I خودمونه به توان 2 مساویه با برای 2 میذارم R2 که 18 در Iش که I سومه. I سوم به توان 2 میشه I2 چندم؟ نهم. 3 به توان 2 میشه 9 دیگه. درسته؟ خب از اینجا I2 با I2 میره. R1 من هم به دست میاد 2 اوم. خب الان میتونم مقاومت معادل پیدا کنم. اینا که دوتا با هم میشن 9 و 18 با هم موازی هم، با هم میشن 6 اوم. 6 اوم و اینا هم که پیدا کردم 2 اوم با هم متوالی هم میشن 8 اوم. خب جریان من چی میشه؟ جریان من میشه اپسیلون من که 24 بر روی 8. پس جریان من میشه 3 آمپر. کجا میشه 3 آمپر؟ تو شاخه اصلی اینجا میشه 3 آمپر. و اگه اینجا بشه 3 آمپر چقدرش از این پایین رد میشه؟ گفتیم اگه اون آی باشه این آی سومه، یعنی تقسیم بر 3 میکنمش میشه 1 آمپر. پس جریانی که از اینجا رد میشه گزینه 1 آمپر. سوال بعدی، در مدار زیر یک باتری آلمانی با نیرو محرکه 20 ولت و R1 100 کیلو اوم. خب 100 کیلو اوم یعنی همون 100,000 اوم، یعنی در به توان 5 اوم و 2 مگا اوم یعنی چی؟ 2 میلیون اوم قرار دارند. جریانی که از باتری میگذرد چند میلی آمپر است؟ خب اولا که مقاومت ها با هم موازی ان، معادلش رو بگیری بزرگی چنده؟ 2 میلیون 2 در 10 به توان 6 بر روی 2 میلیون چند برابر 100,000؟ 20 برابر. بعد باید تقسیم بر یکی بیشتر کنم، پس تقسیم بر 21 میکنم. این میشه مقاومت معادلش. درسته؟
حالا جریانی که از باتری میگذره جریان چی میشه؟ میشه اپسیلون بر روی جمع مقاومت ها. اپسیلون من که 20 یا 21 بذارم بر روی مقاومت ها 2 ضرب در 10 به توان 6 تقسیم بر 21. یه دور در دور در نزدیک در نزدیک ضرب بشه 20 ضرب در 21 بر روی 2 ضرب در 10 به توان 6. خب اینجا 2 با این ساده میشه 10 با یه دونه توان این ساده میشه 5. خب بس میشه 21 10 به توان 5 میاد بالا 10 به توان منفی 5 میشه 21 صدم ضرب در 10 به توان منفی 3 یا 21 صدم میلی آمپر و جواب میشه گزینه 1. سوال 34 میگه در شکل زیر در مقاومت R در هر دقیقه چند جول انرژی مصرف میشه. R اینجاست. اول پیدا کنیم R چنده تا ببینیم چند جول انرژی ازش مصرف میشه. خب چی میتونم بگم؟ میتونم بگم که جریان من 2 آمپره، درسته؟ جریان خودش برابره با اپسیلون من که 12 است بر روی مقاومت معادل به علاوه مقاومت داخلی من. مقاومت داخلی ما هم که 2، جریانم که 2. و از اینجا چی میتونم بفهمم؟ این اگه حساب کنم آر معادل من میشود باید میشه 4. یعنی معادل این 20 و آر و 10 با هم میشن 4. خب این آر من چنده؟ احتمالاً که نه، دقیقاً این 10. چرا میگم؟ چون 10 و 10 با هم میشن 5، درسته؟ و 20 اینا دو با هم میشن 5. 20 چند برابر 5؟ 20 4 برابر 5 و تقسیم بر 5 میشه 4. رو شما میتونید حساب کنید، یعنی میتونید 1 بر روی آر معادل مساویه با 1 بر روی 20 به علاوه 1 بر روی آر به علاوه 1 بر روی 10. از اینجا این آره به دست میاد 10. هر کاری بکنین آره 10 میشه. خب از طرفی یا میتونی بیای جریان بین اینا تقسیم کنی یا میتونی بیای ولتاژ دو سر باتری رو حساب کنی. من ولتاژ دو سر باتری رو حساب کنم میشه 12 منهای آی آر که میشه 12 منهای 4 میشه 8 اوم. خب میگم چون باتری من با تک تک مقاومت ها موازیه، پس اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت های منم اونها میشه 8 ولت. 8 اوم چیه؟ 8 ولت. خب دیگه الان میتونم برم توان حساب کنم. توان یکی از فرمولاش چی میشه؟ میشه وی دو آرم، یعنی اون انرژی میخوام میشه وی دو آرم در تی. چقدر تو بگذارم وی دو من چنده؟ 8. 8 به توان 2 میشه 64 بر روی مقاومت من 10 در چه زمانی؟ در 60 ثانیه. خب این با این ساده میشه 6 ضرب داره 64 میشه 360 اونم 4 تا 24 تا میشه 384 جول. بس جواب میشه گزینه 4. سوال بعدی میگه در مدار زیر آمپرسنج های A1 و A2 به ترتیب چند آمپر را نشان میدهد. اول این مدار رو یه ذره سادهش کنیم. اگه این نقطه مثلا باشه پتانسیلش A، اینجا هم هست A، ولی این نقطه باش فرق میکنه چون یه مقاومت بینشون، اینجا میشه B، اینجا هم میشه B، اینجا هم که B. این ور خب اینجا فرق میکنه، اینجا میشه C، اینجا هم میشه C. خب الان من بخوام این مدار رو بکشم، اینجا اگر باتری حالا باتری که نیست، اختلاف پتانسیل 12 رو بکشم، میام تا میرسم به نقطه C. اینجا اسمش میذارم نقطه C، از این ورم میذارم نقطه A. بین نقطه A و C یک 4 اومی وجود داره، درسته؟ خب دیگه چه اتفاقی افتاده؟ بین C و B، C کجاست؟ C اینجاست. بین C و B یه مقاومت 8 هست، درسته؟ یعنی میاد اینجا یه مقاومت 8 اینجاست. بعد بین B و A 2 تا مقاومت هست، یعنی همچین شکلی من دارم بچه. این هم نقطه A، اینجا هم نقطه B. خب این 6 و 12 با هم موازی هست. این مدار ساده شده منه. خب چیزی که مشخصه الان این 6 و 12 با هم چند میشن؟ با هم میشن 4. 4 و 8 با هم میشن 12. 12 چند برابره؟ 4. 3 برابر تقسیم بر 4 میشه، بس میشه 3 اوم. پس این میشه مقاومت کل من. جریان کل چی میشه؟ جریان کل میشه اختلاف پتانسیل من که 12 است بر روی مقاومت من. بس میشه 12 تقسیم بر 3 میشه 4 آمپر. این جریان تو شاخه اصلی 4 آمپره. حالا آمپرسنج هم مشخص کنیم. آمپرسنج یه دونه بین باتری و سی، یعنی اینجا A1 که همون جریان اصلی رو نشون میده. یعنی این آمپرسنج 1 باید همون 4 آمپر رو نشون بده بچه‌ها. آمپرسنج 2 از نقطه C تا B، یعنی اینجا. خب اینجا جایی که جریان تقسیم میشه. آقا این 4 آمپر داره میاد اینجا، دو تا شاخه اینجاست، یکی این شاخه 4 اومیه، یکی اون شاخه بالا. شاخه بالا با هم دیگه اینا چقدر بودن؟ همه با هم دیگه شده بودن 12 اوم. خب الان این مقاومت، این جریانه باید بین این دوتا تقسیم بشه، بین 4 اوم و 12 اوم.
خب 12 3 برابر 4 بس 1/3 اون باید ببره، یعنی این 4 رو من باید به 4 قسمت تقسیم کنم، یه قسمتش رو بدم به این، یعنی 1 آمپر رو بدم به این، 3 آمپر رو باید بدم اینور. پس آمپرسنج 2 چی رو نشون میده؟ 1 آمپر. آمپرسنج 1 4 آمپر، آمپرسنج 2 1 آمپر. و جواب میشه گزینه 3. سوال 36 در مدار شکلی ابتدا کلید در حالت 1 قرار دارد و توان خروجی باتری P1 و یک کلید در حالت 2 قرار گیرد، توان خروجی باتری P2 می شود. نسبت P2 به P1 چقدر است؟ خب چیزی که ما داریم می‌بینیم چون مقاومت داخلی هم نداره، خود P چیه؟ توان خروجی میشه آی اپسیلون منهای آرای 2. حالا که آر داخلی نداره بس این قسمتش حذف میشه، فقط میشه آی اپسیلون. و آی هم خودش چیه؟ میشه اپسیلون بر روی جمع مقاومت ها، مقاومت معادل به علاوه مقاومت داخلی. خب بازم اینجا مقاومت داخلی نداره. حالا این اگه اونجا قرار بدیم به جای آی قرار بدیم بس میشه اپسیلون به توان 2 بر روی مقاومت داخلی ما. خب الان من نمیتونم بذارم و حل کنم، مثلا حالا مقاومت رو دو حالت حساب کنم. دو حالت اول که اینجا مدار بسته شده، یعنی این 8 از مدار خارجه، فقط این 12 و 6 میمونن که اینا هم با هم موازی ان. 12 2 برابر 6 تقسیم بر 3 میکنم میشه 4 اوم. پس تو حالت اول مقاومت معادل ما میشه 4 اوم. تو حالت دوم که کلید رو به پایین میبندی، اون 4 که هست با این 8 هم سری میشه، یعنی مقاومت معادل ما تو حالت دوم میشه 12 اوم. خب الان نسبت P2 به P1 دیگه مشخصه دیگه، میشه P2 میشه اپسیلون 2 بر روی مقاومتش تو حالت دوم که چیه 12. P1 هم میشه اپسیلون به توان 2 بر روی مقاومتش تو حالت اول که 4 که این اپسیلون 2 با این اپسیلون 2 میره میشه 4 دوازدهم که میشه 1/3. بس جواب میشه گزینه 4. سوال بعدی سوال 37 میگه در شکل زیر با بستن کلید اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 6 اومی 2 برابر میشود. R1 چند اوم است؟ خب وقتی کلید رو ببندی چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه اتصال کوتاهی روی میده و اینور کلا از بین میره. خب گفته با این کار اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 6 اومی 2 برابر میشه، یعنی اینجا ولت سنج بس کنم 2 برابر نشون میده. اختلاف پتانسیل V مساوی آی آر، درسته؟ خب آرش که تغییر نکرده، پس اگه اختلاف پتانسیلش 2 برابر شده یعنی با این کار جریان من 2 برابر شده. جریان تو حالت 2 برابر جریان تو حالت 1 و جریان چیه؟ اپسیلون بر روی مقاومت داخلی بله مقاومت خارجی ها، درسته؟ تو حالت اول که کلید بازه، مقاومت داخلی من یه دونه، مقاومت خارجی من که 6، مقاومت داخلی منم که 2، یعنی مخرج این که از کلا میشه 8، یعنی کل مقاومت ها میشه 8. حالا اگر من این کلید باز باشه چرا جریانش نصف میشه؟ برای اینکه مقاومتش 2 برابر شده دیگه. یعنی چی؟ یعنی این بر اینا همه با هم دیگه باید برابر با اون مقاومت اون 6 به علاوه 2 باشه، یعنی اینا باید با هم دیگه باشن 8 اوم. چرا؟ چون وقتی من این کلید رو میبندم و اینا رو حذف میکنم مقاومت من نصف میشه، یعنی احتمالا اول 16 بوده مقاومت کل من که بعد نصف شده و باعث شده جریان من 2 برابر بشه. خب با توجه به اینجا مقاومت من میشه 8 این ور قضیه. خب از این 8 تا حاصل جمع این 4 با اون دوتا موازی است. پس اون دوتا موازی ها با هم دیگه چند میشن؟ اون 12 و R1 باید با هم دیگه بشن 4 دیگه. 12 و R1 باید با هم بشن 4 اوم. خب در این صورت R1 من چنده؟ R1 من حتما 6 اومه دیگه. 12 تقسیم بر 6، 12 2 برابر 6 تقسیم بر 3 بکنم بشه 4 اوم. پس حتما R1 من هست 6 اوم و جواب من میشه گزینه 3. سوال 38 میگه در شکل زیر با بستن کلید اختلاف پتانسیل دو سر مولد 40% کاهش می‌یابد. R1 چند اوم است؟ خب وقتی کلید رو میبندی اتفاقی که میفته اینجا یه اتصال کوتاه پیش میاد، یعنی اینجا اگه A باشه اینجا هم میشه A و اینور کلا از مدار خارج میشه، اینور دیگه داخل مدار نیست. و خب الان تو حالتی که کلید بسته است من میتونم اختلاف پتانسیلش رو حساب کنم. اولا جریان چی میشه تو حالت دوم؟ میشه 24 که نیرو محرکه من باشه بر روی جمع مقاومتام که 4 به علاوه 4 باشه میشه 8، پس میشه 3 آمپر. جریان تو حالت دوم میشه 3 آمپر و اختلاف پتانسیل تو حالت دوم میشه 24 منهای آی آر منهای 3 تا 4 تا میشه 12 تا میشه 12 ولت. خب اختلاف پتانسیل تو حالت اول چیه؟ اختلاف پتانسیل تو حالت اول 40% کم بشه میشه این.
پس اگه اینو من 40% کم بشه یعنی چی؟ یعنی 60% اونه. پس یعنی در واقع V2 من میشه 60% یا 6 V1 من. خب از اینجا اختلاف پتانسیل تو حالت اول هم میشه پیدا کرد. V1 میشه 10 ششم همون 12 من دیگه، درسته؟ که میشه این با این ساده میشه 2 میشه 20 ولت. خب اگه V من 20 ولت باشه، V1 من V1 خودش میشه اپسیلون منهای I1R دیگه، درسته؟ اپسیلون من 20 V من 20 اپسیلون من که 24 منهای R منم که 4 بس میشه 4 تا I1. از اینجا I1 هم به دست میاد، 4 تا I1 میشه اون میاد اونور میشه 4. پس I1 من میشود 1 آمپر. خب چی شد؟ جریان من 1 بود، وقتی کلید بسته شد 3 شد. خب این به چه علتیه؟ برای اینکه احتمالاً مقاومت کل من 1/3 شد تو این حالت دیگه. وقتی جریان من 3 برابر میشه یعنی مقاومت من 1/3 شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی این کلید بازه مقاومت من 3 برابر حالتی که کلید بسته است. خب تو حالتی که کلید بسته است مقاومت من چی میشه؟ مقاومت کلا داخلی و خارجی با هم میشن 8. بس وقتی کلید بازه و اینا بقیه هم داخل مدارن، مقاومت من به جای اینکه 8 باشه با چند باشه؟ 3 برابره. این باید بشه 24 که از این 24 8 داشت به خاطر اینا دوتاست. پس اینا با هم دیگه همه باید بشن چند؟ 16. اگه قرار اینا همه با هم بشن 16، اون 6 و R1 با هم موازی ان، کلش با 12 سریه. خب یعنی چی؟ یعنی 6 و R1 باید بشن چند؟ باید بشن 4 که با 12 بشن 16. خب از اینجا دیگه داره حساب میشه. این 6 این R1 که با هم دیگه شدن چی؟ 4 اوم. و حتما R1 من چنده؟ R1 من حتما 12 بوده که 2 برابر 6 تقسیم بر 3 میشه همون 4 اوم. پس R1 من میشه 12 اوم و جواب میشه گزینه 3. بچه‌ها دیگه چون ویدیو داره طولانی میشه، من همین بخشو همینجا تموم میکنم. بقیه‌شو انشالله در بخش بعدی خدمتتون هستم. تا دفعه بعد، خداحافظ.